کتاب فارسیه ولی اون کتاب ترجمه به عربی هم کردن. یه وهابی داره میگه آقا نگاه کن، کوفه همه شیعه بودن، خود این شیعیان هم حسین رو کشتن. حالا شما نگاه کنید چقدر جواب ساده است. اولا آقا شما این زیارتنامه ما رو نخوندی؟ فرحت بهی آل و زیاد، یزید، معاویه، آل مروان. تو این زیارتنامه های متعدد ما کجا شیعیان لعن شدن؟ کنار یزید و معاویه و شیعیان کوفه لعن میکردیم دیگه. اینا قاتل بودن، به اون چه ربطی داره؟ یک. دو، رجزهای افرادی که تو کربلا حاضر بودن و ندیده بودی. رجز ابیات مختصره برای ابراز قدرت، خط شعار فکریشون هم بیان میکنه. نافع ابن هلال انا الخبیر البجلی انی علی دین علی. رجزهای اون رو ببینید، انی علی دین عثمان. عثمانی سنی به معنای امروز نیست. عثمانی گروهی از افرادی هستند که وابسته فکری به بنی امیه اند. قائل به لعن امیرالمومنین بودن. امیرالمومنین خلیفه نمیدونستن، حتی خلیفه چهارم. یکی از این قتله سیدالشهدا تو کربلا رو اسم ببرید که این معروفه که شیعه امام حسین، که این احتمال بدیم محب امیرالمومنین باشه. کعب ابن ابجر، شمر، عمر سعد، سنان، عمرو ابن حجاج زبیدی، شبس ربعی، اینا شیعه.